سلام به همه رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و درساتون هم تا به الان به بهترین نحو خونده باشید. با جلسه چهارم دوره تستیکال همراهتون هستیم. قبلش من یه سری توضیحات بدم و بعد با قدرت بریم شروع کنیم. ما قرار شد یه دوره‌ای برگزار کنیم به اسم تستیکال که توش قراره هم به صورت خلاصه و همچنین جامع و کامل آموزش ببینیم مبحث آزمونمون رو، هم تست بزنیم. حالا فایدهش چی بود؟ گفتم دو تا فایده داره. چون من هر روز هر جلسه رو آپلود میکنم، شما هم هر روز اونو میبینید، باعث ایجاد استمرار و پیوستگی تو درس ریاضی برای شما میشه. فایده دومش چی بود؟ فایده دومش هم این بود که شما رو برای آزمون آماده میکنه. چون داریم تست میزنیم به صورت آزمونی. من تست ها رو گذاشتم پیش هم و قرار تله ها و اون شیوه های حلی مختص هر تست و هر تیپ سوال رو بررسی کنیم. یعنی میخوایم یه اشراف کلی روی همه روش ها داشته باشیم و روی هیچ روشی هم تعصب نداریم که بگیم آقا من یه روش بلدم پس همیشه از این استفاده میکنم. نه، به این شیوه نمیخوایم انجام بدیم. روی همه روش ها میخوایم یه اشراف کلی داشته باشیم. و یه چیز دیگه یکم گفتم این کار رو ما در هفته منتهی به آزمون انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی شما کل 2 هفته درگیر نیست. همون هفته منتهی به آزمون 5 جلسه شنبه تا چهارشنبه است. هر روز من یه ویدیو براتون آپلود میکنم در حد 1 ساعت اینا، یا شاید هم کمتر، که میتونید ببینید و استفاده کنید و لذت ببرید. جلسات قبلی هم میتونید هم از چنل تلگرام که آدرسش رو این پایین نوشته، هم از چنل آپارات و هم از یوتیوب نگاه کنید و استفاده کنید. امیدوارم براتون مفید باشه. شما هم چنل رو به دوستای دیگه‌تون معرفی کنید که اونا هم به جمعمون اضافه بشن و من هم انرژی بگیرم تا محتواهای بهتری براتون تولید کنم. خب بریم شروع کنیم. تست شماره 34. تست شماره 34 مبحث بخش پذیریه. اگر جلسات قبلی همراهمون بوده باشید، دیدید که تستای بخش پذیریمون حرفی از خارج قسمت نداشت، اما اینجا اگر نگاه کنید اومده حرف از خارج قسمت زده. پس یکم تستش لولش بالاتره. برای همینی که میگفتم تستا از آسون به سخت چیده شده. ما هی که پیش میریم با تستای بهتری مواجه میشیم. خب گفتیم توی پس بخش پذیری کلید حل سوالامون چیه؟ این که ریشه مقسوم علیه رو ببری بذاری تو عبارت. من اگر جایگذاری کنم از اینجا میشه پی منفی 1 برابر با ضابطه‌شو دارم، پس به جای ایکس ها منفی 1 میذارم، میشه منفی 2 منهای 5 که میشه منفی 7 منهای کا. به من گفته برابر چند شده؟ باقی مونده برابر عدد 4 شده، پس اینو برابر 4 میذارم. از اینجا کای من در میاد منفی 11. پس من الان میتونم ضابطه پی ایکس رو بنویسم 2x منهای 11x منهای 5. این شد ضابطه پی ایکس. حالا چون حرف از خارج قسمت هست، من باید چی کار کنم؟ بیام اون رابطه تقسیم رو بنویسم. رابطه تقسیم چی بود؟ گفتیم اگر خارج قسمت رو در مقسومون الیه ضرب بکنیم به علاوه باقی موندهمون که بکنیم، میرسیم به چی؟ میرسیم به همون پی ایکس یا مقسوممون. خب بریم اینو بنویسیم. از اینجا میشه پی ایکس. من دیگه ضابطه‌شو یه دفعه می‌نویسم، یعنی 2x منهای 11x منهای 5 برابر با خارج قسمت من که هست q ایکس ضرب در مقسومون لی هم که هست x به علاوه 1 به علاوه r یا همون باقی ماندم که میدونم عدد 4 هستش. سوال در ادامه از من چی رو خواسته؟ به من گفته باقی مانده تقسیم QX بر X منهای 1. خب کلید حل سوال چی بود؟ ریشه اینو بذار توی QX. یعنی چی رو حساب کن؟ Q1 رو. من اگر Q1 رو حساب کنم به جوابم رسیدم. خب مگه اینجا این ضابطه رو ندارم، این رابطه رو؟ خب میام یک رو توش جایگذاری میکنم و Q1 رو به دست میارم دیگه. اگر 1 بذاریم اینجا میشه 2 منهای 11 منهای 5. یعنی چی؟ یعنی منفی 14. یه 4 اونوره بیاد اینور میشه منفی 18. اینجا یه 2 دارم تقسیم بشه q x من در نهایت میشه عدد منفی 9. پس جواب بوده گزینه 3. این تست بخش پذیری نسبت به تست قبلی که فقط حرف از باقی مونده بود یکم لولش بالاتر بود. چرا؟ چون اومده حرف از خارج قسمت زده. تست شماره 35 یه تست از حده که اگر به گزینه ها دقت کنید اومده حد f رو در 1 خواسته. ببینید اینجا مثلا گفته x به سمت 1، 1 مثبت، 1 منفی، پس کلا در 1 خواسته. من میام در 1 حد اینو محاسبه میکنم. اگر دقت کنید ما جزء صحیح داریم، پس باید اول چالش جزء صحیحمون رو از بین ببریم. میام مینویسم حد f وقتی که x میره به سمت 1 مثبت
اگر یک مثبت باشه مثلا من میگیرم 1.1 بذارم تو جزء صحیح، میشه چی؟ میشه همون یک. 3 منهای 2 میشه چند؟ میشه 1. پس ضابطم به این شکل در میاد 1 تقسیم بر x2 منهای رادیکال x با فرضیه 3. حالا اگر یک رو جایگذاری کنیم میرسیم به یک کسری که 1 بر روی 0، پس یعنی حد من نامتناهی میشه. حالا باید من بیام جدول تعیین علامت بکشم و بگم این 0 مثبت بوده یا 0 منفی. اگر جدول تعیین علامت بخوایم بکشیم باید ریشه ها رو داشته باشیم. ریشه ها رو به چه طریق میشه به دست آورد؟ اینو برابر 0 بذار، میشه x2 مساوی با رادیکال x با فرضیه 3 به توان 3 برسون، میشه x6 مساوی با x. خب یه x رو بزن، وقتی میزنی میدونی 0 پس یه ریشته، پس یه ریشه من برابر با 0 میشه x5 مساوی با 1. اینم از یه رادیکال 5 بگیری x برابر با 1 میشه. پس کلا ریشه ها چی شد؟ ریشه ها شد 0 و 1. بیار تو جدول تعیین علامت، اینجا 0 اینم 1. حالا میگی در این نقاط 0 میکنه دیگه ضابطه x2 منهای رادیکال x با فرضیه 3 رو. علامت x2 چیه؟ مثبت، پس اینجا میذاریم مثبت، اینجا منفی، اینجا هم مثبت. حالا بریم در نقطه 1 بررسی کنیم. ما گفتیم چیه؟ حدش در یک مثبت. یک مثبت میشه اینجا، یعنی یه ذره از یک، یعنی یه نم از یک برو جلوتر. خب مقدار تابع چیه؟ مثبته، پس یعنی 0 مثبت بوده این. صورت مثبت، مخرجم 0 مثبت، پس این میشه مثبت بی‌نهایت. یعنی یک مثبت من باید بشه مثبت بی‌نهایت، پس گزینه 2 رد میشه. گزینه 4 هم چون گفته حدش در نقطه 1 به صورت کلی گفته منفی بی‌نهایت، غلط میشه. چرا؟ چون وقتی میگیم x به سمت 1 یعنی x یک مثبت و یک منفی با هم دیگه شدن منفی بی‌نهایت که کلی نوشته، ولی خب ما اینجا به دست آوردیم مثبت بی‌نهایت، پس اینم میره. گزینه هایی که برامون 1 و 3. حالا باید بریم حدمون در یک منفی هم حساب کنیم. میگم حد این تابع وقتی که x به سمت یک منفی میل میکنه، بالا میشه چی؟ بالا این 3 مون از بین میره. یک منفی مثلا من میگیرم 99 صدم، جزء صحیحش میشه 0 دیگه، پس میمونه منفی 2. مخرجم هم که همون x2 منهای رادیکال x با فرضیه 3 هستش. از اینجا می نویسم کسرم صورتش منفی 2، مخرجش چی؟ باید برم تعیین علامت. تعیین علامت رو که نگاه کنم یعنی یک منفی میشه این ور، یعنی یه نم از یک کوچیکتر، یعنی اینجا میشه، پس میشه 0 منفی. مخرجم هم 0 منفیه. بالا منفی، پایین 0 منفی، سرجم میشه چی؟ مثبت بی‌نهایت. کدوم گزینه میشه جواب؟ گزینه 3. وقتی که x به سمت 1 میل میکنه، f من به مثبت بی‌نهایت میل میکنه. بچه ها علت این شلوغی هم که میبینید ما گفتیم دیگه من مثل قلمچی نمیارم هر سوالو توی یه صفحه، اینجوری پشت سر هم تستا رو گذاشتم که شما چشمتون عادت کنه با این شلوغی‌ها و سر آزمون این مسئله نره رو مغزتون و بخواد تاثیر منفی بذاره. از الان بهش عادت کنید. آزمون ازتون میگیرن جا ندارید، باید تو همین لالوها بنویسید. برای همین این شکلی مینویسیم که شما هم عادت کنید. تست شماره 36 به من گفته به ازای چند مقدار طبیعی n حد این تابع در مثبت بی‌نهایت برابر با منفی بی‌نهایت میشه. خب ببینید من یه حدی دارم که xش به مثبت بی‌نهایت میل کرده. ما گفتیم میایم از چی استفاده میکنیم؟ از پرتوان. پرتوان هامون رو اگر اینجا انتخاب کنیم بعدش بنویسیم باید به چه نتیجه‌ای برسیم؟ چون اینجا شده منفی بی‌نهایت، در چه صورت یک کسر به منفی بی‌نهایت یا مثبت بی‌نهایت میل میکرد؟ زمانی که مخرجش 0 بود. خب من پرتوانا رو بنویسم با هم ساده کنم، باید چه اتفاقی بیفته؟ درجه مخرج از صورت کمتر باشه که من با هم خط بزنم و مثبت بی‌نهایت بذارم کسرم نامتناهی بشه. خب پس چی میشه؟ الان اینجا این x3 پایین پرتوان منه، بالا x3 دارم اینم 3n منهای 2. خب من گفتم باید مخرج درجهش کمتر باشه، پس نمیتونه صورت پرتوانش x3 باشه. چرا؟ چون در اون صورت اینا با هم برابر میشن، پس x3 هیچ. از الان از اینجا من میفهمم 3n منهای 2 بزرگتر از 3 بوده. چرا؟ چون 3 باید کوچکتر از 3n منهای 2 باشه. از اینجا پس چی رو می نویسم؟ 3n منهای 2 بزرگتر از 3. از اینجا میفهمم که n بزرگتر از با 5/3 بوده. حالا من گفتم این پرتوان منه دیگه. خب این شد پرتوان من. چه رنگش اینجوریه؟ برای مخرجم این پرتوانمه. خب بیام اینا رو جدا کنم بنویسم، میشه 4n منهای 9 ضرب در
x به توان 3n منهای 2 تقسیم بر 4x به توان 3. خب من اینو ساده میکنم، این 3 رو میبرم تو صورت در از این x همو، اینجا میشه چی؟ میشه منهای 5. این 4 هم میاد توی ضریب دیگه. خب چه اتفاقی میفته؟ الان از اینجا من اگر تو این مثبت بی‌نهایت بذارم باید برابر با منفی بی‌نهایت بشه. مثبت بی‌نهایت به توان هر چی برسه مثبته، پس این تیکه من میدونم مثبته. میمونه این ضریب پشتش. ضریب پشتش مثبت باشه یا منفی که این بشه منفی بی‌نهایت؟ ضریب پشتش باید منفی باشه. پس از اینجا یه نامعادله دیگه هم تشکیل میدم، میگم 4n منهای 9 تقسیم بر 4 باید کوچیکتر از 0 باشه. از اینجا 4n منهای 9 کوچیکتر از 0 میشه و n کوچیکتر از 9 چهارم میشه. خب من چی شد؟ دو تا بازه برای n تونستم تعیین کنم، یکی این که n بزرگتر از 5 سوم و یکی این که n کوچیکتر از 9 چهارم. خب سوال چی خواسته بود؟ گفته بود چند مقدار طبیعی n. 5 سوم قبول داری میشه 1.66 حدوداً. 9 چهارم هم قبول داری میشه 2.25 حدوداً. یعنی 1.66 تا 2.25 بازته. توی این بازه چند تا عدد طبیعی هست؟ فقط عدد طبیعی 2 هست دیگه ها. منتها حواست باشه یه وقت نری گزینه 3 رو بزنی بگی عدد 2. به من گفته چی؟ چند مقدار. خب چند مقدار میشه یه دونه بود، اونم عدد 2. بچه تست شماره 36 اشتباهی اینجا هم تکرار شد، اگه میدونستم میومدم این ور حل میکردم، جاش بیشتره. حالا بریم شماره تست 37. به من گفته fx رابطش اینه، حد 3 منفیش میشه مثبت بی‌نهایت، حد منفی 2 مثبت رو حساب کنیم. خب من میگم 3 منفی که به fx بدم حدش نامتناهی میشه. در چه صورت حد نامتناهی بود؟ وقتی که مخرج کسرمون 0 میشد. خب پس یعنی چی؟ یعنی اگر 3 رو بذاری تو مخرج 0 میشه. پس یعنی چی؟ یعنی 3 ریشه مخرج بوده. آقا 3 رو بذار برابر عدد 0 قرار بده. 3 که بذارم میشه 9a منهای 3a برابر به علاوه b برابر عدد 0 شده. از اینجا میفهمم b برابر با منفی 6a بوده. خب اینو بازنویسی کن، میشه ax2 منهای ax منهای 6a. میشه از یه a فاکتور گرفت. به چه صورت نوشتش؟ بگم چی؟ بگم a ضرب در x2 منهای x منهای 6. آیا x2 منهای x منهای 6 رو میتونم تجزیهش کنم؟ بله. به چی میتونم تجزیه کنم؟ ببینید جمع دو تا عدد بوده که شده 1 ضربشون منفی 6. پس کدوم عدد بودن؟ 3 و منفی 2. پس ریشام 3 و منفی 2. پس می نویسم x منهای 3 x به علاوه 2. این شد مخرج من. چی از من خواسته بود؟ حدش در منفی 2 مثبت. منفی 2 مثبت میشه چی؟ میشه مثلا منفی 1.99 دارم عدد میدم. شما بیا منفی 1.99 رو بذاری اینجا، این به چی میده؟ 0 مثبت میده دیگه ها. پس اینجا این میشه 0 مثبت. اینجا هم که یه عدد منفیه، صورتت منفیه. خب بعد حالا چی از ما میخواد؟ حاصل این حد رو میخواد دیگه. چون من اینجا 0 مثبت به دست آوردم، این 1 برای 2a و منفی 2a اون میره. چرا؟ چون باید کسرم حدم نامتناهی باشه، مخرج 0 یا باید بشه مثبت بی‌نهایت یا منفی بی‌نهایت. حالا مشکلی که دارم آه، باید ببینم آ داستانش چیه. آ رو از کجا میفهمم علامتش مثبت یا منفی؟ از روی این ضابطه. دوباره برمیگردیم به 3 منفی. اگر 3 منفی بذاریم یعنی مثلا 2.99. شما 2.99 بذاری، خب این منفی میشه. اینجا مثلا بذاری این مثبته، خب باش مشکلی نداریم. صورت بذاری مثبته، میمونه ضریب a. خب حالا کل این شده مثبت بی‌نهایت. یه مثبت اینجا بوده، یه مثبت اینجا هیچی، یه منفی بوده. a چی باشه که کلا بشه مثبت؟ a باید منفی باشه دیگه. پس از اینجا میفهمم a کوچیکتر از 0. اگر اینجا هم آ رو منفی بذارم چه اتفاقی میفته؟ صورت یه منفی، مخرج 2 تا منفی، پس در کل میشه منفی بی‌نهایت. جواب میشه گزینه 3. ما رسیدیم به تست شماره 38. به من گفته حد این عبارت مساوی با منفی 3 میشه. من اول قدر مطلق دارم، قدر مطلقم رو بین ببرم. این بار میخوام معادله ای از بینش ببرم دیگه، عدد نذاریم. میگم آقا منفی a منفی یعنی چی؟ یعنی x یه نمه از منفی a کوچیکتر. حالا میخوام این عبارت قدر مطلقم رو بسازم.
باید چیکار کنم؟ به علاوه a کنم. از اینجا میشه x به علاوه a کوچیکتر از به علاوه a که بشه این میشه 0. پس چی شد؟ x به علاوه a کوچیکتر از 0 شد، یعنی یه عبارت منفیه. اگر یه عبارت منفی باشه من باید در یه منفی ضربش کنم از قدر مطلق بکشم بیرون. پس میشه چی؟ میشه منفی x به علاوه a تقسیم بر مخرجم هم که همون رادیکال x به علاوه 1 با فرض 3 به علاوه b هستش. خب میگم آقا مگر بخوام حد این در نقطه منفی a رو حساب کنم، حد این عبارت وقتی که x به سمت منفی a میره باید منفی a رو توش جایگذاری کنم. اگر جایگذاری کنم صورت من 0 میشه. مخرج باید چی باشه که جواب این حد عدد بشه؟ اونم منفی 3. ها مخرج آیا مثلا باید بی نهایت بشه، 0 بشه، چی بشه؟ مخرج باید 0 بشه. چرا 0 بشه؟ وقتی صورت 0 باشه اگر مخرج عدد بشه خب جواب حدمون برابر 0 میشه. اما اگر مخرج هم 0 بشه میرسیم به ابهام 0 صفرم. باید رفع ابهام کنیم. اگر رفع ابهام کردیم میتونیم منفی a رو توش جایگذاری کنیم و اون موقع عدد به دست میاد. پس حواستون به این قضیه باشه. یه وقتایی هست این شمایید که باید تشخیص بدید حدتون باید 0 صفرم باشه یا نباشه. خب میام ازش هوپیتال میگیرم. چرا؟ چون گفتم منفی a مخرجم هم 0 میکنه. هوپیتال میگیرم که رفع ابهام بشه. از صورت که هوپیتال بگیریم میشه منفی 1. مخرجم چون رادیکاله باید رادیکالی ازش مشتق بگیرم. میگم مشتق این عبارت زیر رادیکال 1 تقسیم بر فرجم 3 رادیکال فرجش هم باید 3 بذارم. حالا زیر رادیکالم میگم x به علاوه 1 به توان چی؟ فرجه منهای توان این که 1. خب که میشه چی؟ میشه 2. حالا اینو اگر ساده کنم بیارمش بالا در کل چی میشه؟ میشه منفی 3 رادیکال x به علاوه 1 به توان 2. فرجه رادیکال هم که عدد 3 بود. حالا من اگر منفی a رو جایگذاری کنم باید برابر با چند بشه؟ باید برابر با منفی 3 بشه. خب از اینجا می نویسم چی؟ می نویسم رادیکال a به علاوه 1 به توان 2 برابر با عدد 1 هست. به توان 3 می رسونم میشه a به علاوه 1 به توان 2 برابر با 1. خب یه جذر می گیرم. منتها حواستون باشه که باید بذاریمش توی قدر مطلق. میشه a به علاوه 1 در قدر مطلق برابر با 1. از اینجا دو تا حالت میشه دیگه. یا a من برابر با 0 میشه یا a من برابر با عدد 2 میشه. من یه جاشو اشتباه کردم و منفی a میذاشتم. اینجا من منفی a بذارم. خب منفی a میذاشتیم، از اینجا اینم میشه منفی a. اینو اگر حل کنیم یه بار میشه منفی a به علاوه 1 مساوی 1 که a میشه 0. یه بار هم میشه منفی a به علاوه 1 مساوی با منفی 1 که a میشه عدد 2. خب حالا به من گفته بود مقدار a کدوم میتونه باشه. من دو تا مقدار در آوردم. تو گزینه ها نگاه میکنم میبینم همون a 0 هست. پس جواب من میشه گزینه 4. بریم تست شماره بعدی. تست شماره 39 گفته در رابطه با این تابع کدوم گزینه درسته. گزینه ها رو که نگاه کنم در رابطه با پیوستگی. پس باید چی رو بررسی کنم؟ مقدار تابع حد راست و حد چپ در نقطه 3/4. بریم بررسی کنیم. اول از همه مقدارش رو میخوام به دست بیارم. پس 3/4 رو باید جایگذاری کنم. تو کدوم ضابطه؟ اونی که x مساوی با 3/4 زده. پس یعنی باید توی این ضابطه جایگذاری کنم. میگم اگر 3/4 بذارم 3/4 معادل همون p4 تو ربع دومه. کوسینوس p4 میشه رادیکال 2/2. چون تو ربع دومه باید یه منفی هم درش ضرب بکنم. پس میشه منفی رادیکال 2/2. الان اگر برم این ضابط پایینیه، خب 3/4 رو جایگذاری کنم به 0/0 میرسم. پس باید رفع ابهام کنم. رفع ابهام که کردم 3/4 رو بذارم و برابر با چه قرار بدم؟ منفی رادیکال 2/2. یا اینکه ببینم اصلا منفی رادیکال 2/2 میشه یا نه. خب می نویسم حد x به سمت 3/4 مثبت. اول میخوام 3/4 مثبت رو بررسی کنم. برای این کار دایره مثلثاتیمو میکشم. میگم چی؟ این دایره مثلثاتی من محورامو روش مشخص میکنم. اگر محورا رو بخوایم مشخص کنیم به این شکل میشه. حالا 3/4 رو مشخص میکنم. 3/4 میشه دقیقاً این وسط تو ربع دوم. 3/4 مثبت یعنی در جهت مثلثاتی یه نمه برو جلوتر که میشه کجا؟ میشه اینجا. خب
اینجا کوسینوسش چی بود؟ 3 pi 4. رادیکال 2 منفی بود. یکم برم جلوتر کوسینوسش منفی تر میشه دیگه. قبول دارید؟ خب مونتا اینجا ضابطه‌مو اول باید رفع ابهام کنم. اینو چجوری رفع ابهام کنم؟ باید از نسبت‌های مثلثاتی استفاده کنم. به چه شکل؟ میگم آقا یک به علاوه سینوس 2 آلفا، این یکی از روابط معروفه. نه اونجوری بلدش نیستی، خب بیا حساب کن، تبدیلش کن. بگو به جای سینوس 2 آلفا میذارم 2 تا سینوس ضرب در کوسینوس، به جای یک هم میذارم سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2. خب این الان یه اتحاد مربع کامل دیگه. قبول دارید؟ که از رادیکال هم بیاد بیرون میشه قدر سینوس به علاوه کوسینوس. این از صورت. برای مخرجم هم مینویسم کوسینوس به توان 2 منهای سینوس به توان 2. اینم یه اتحاد مزدوجه، پس میام توی مخرجم مینویسم کوسینوس منهای سینوس ضرب در کوسینوس به علاوه سینوس. خب حالا چرا دایره مثلثاتی کشیدیم؟ به خاطر این چالش قدر مطلقمون و قدر مطلقه رو از بین ببریم. برای 3 pi 4 مثبت خب گفتیم منفی رادیکال 2 که میره اونورتر، یعنی منفی تر میشه. حالا کوسینوس من بزرگتر میشه یا سینوس من؟ از لحاظ عددی دارم میگم. ببینید توی 3 pi 4 سینوس میشه اینجا، کوسینوس هم میشه اینجا، جفتش هم برابر رادیکال 2 از لحاظ اندازه. جمع بزنی 0 میشه. حالا من اومدم جلوتر که بیام کوسینوس هم منفی تر میشه، از مقدار سینوس هم کمتر میشه. پس یعنی چی؟ یعنی جمعش یه عدد منفی میشه. پس باید در یه منفی اینو ضرب کنم. میشه چی؟ منفی سینوس به علاوه کوسینوس بر روی کوسینوس به علاوه سینوس ضرب در کوسینوس منهای سینوس. خب این دوتا با هم خط میخوره و رفع ابهام صورت میگیره. حالا میتونم 3 pi 4 رو توش جایگذاری کنم. اگر بذارم میشه کوسینوس 3 pi 4 منهای سینوس 3 pi 4. کوسینوس 3 pi 4 رادیکال 2 بود. سینوس 3 pi 4 رادیکال 2 یعنی منفی رادیکال 2 منهای رادیکال 2 که میشه منهای رادیکال 2. یه منفی هم تو صورت هست، پس میشه چی در کل؟ میشه 1 بر روی رادیکال 2. پس در کل برابر چند شد؟ عدد 1 بر روی رادیکال 2. یا میتونم بگم رادیکال 2. خب آیا این با مقدار تابع که بودش منفی رادیکال 2 برابر شد؟ نه. پس پیوستگی در 3 pi 4 ندارم، پیوستگی راست هم ندارم. یعنی چی؟ یعنی گزینه 2 و 4 خط میخوره. حالا برم پیوستگی چپ رو بررسی کنم. میگم حدش وقتی که x بره به سمت 3 pi 4 منفی. 3 pi 4 منفی میشه اینجا، یعنی از سینوسه بزرگتر میشه، کوسینوسه کوچیکتر میشه. خب وقتی از لحاظ اندازه دارم میگم خب پس جمعش چی میشه؟ جمعش یه عدد مثبت میشه، یعنی بالا هست 1، پایینم چون اونا رو خط زدیم دیگه یهو نمیسم کوسینوس منهای سینوس برابر میشه با. حالا 3 pi 4 رو جایگذاری کن. اگر 3 pi 4 رو جایگذاری کنی میشه منفی رادیکال 2 منهای رادیکال 2 یا همون رادیکال 2. پس جواب چی شد؟ منفی رادیکال 2. حد چپم با مقدار تابع برابر شد. پس میتونم بگم چی؟ تابع در نقطه 3 pi 4 پیوستگی چپ داره. پس جواب میشه گزینه 3. تست به نسبت بهتری بود. خب رسیدیم به تست شماره 40 و 41. تست 40 که یه تست ساده است. حد این عبارت در نقطه منفی 2 رو خواسته. اول از همه منفی 2 رو جایگذاری میکنیم. اگر جایگذاری کنیم کسرمون 0 میشه. حالا باید از چی استفاده کنیم؟ از هوپیتال. خب من میام هوپیتال میزنم. برای صورت به چه شکل میشه؟ میگم مشتق عبارت زیر رادیکال که میشه 3 تقسیم بر 2 رادیکال 3x به علاوه 7 تقسیم بره. حالا برای پایین یه دونه 2x دارم، گفتم وقتی x همون ضریبشو بذار، پس میشه همون 2 به علاوه، حالا این یکی میشه 1 تقسیم بر 2 رادیکال x به علاوه 18. حالا هم میتونید اینو ساده تر کنید، هم یه راست عدد منفی 2 رو توش جایگذاری کنید. اگر جایگذاری کنید بالا میشه 3 تقسیم بر، اینجا منفی 2 بذارم میشه 1 رادیکال 1 هم که همون 1 دیگه، پس صورت من شد 3/2. برای مخرجم اینجا منفی 2 بذاریم این میشه 4، یعنی 1/8 در میاد در کل. 2 به علاوه 1/8 میشه چقدر؟ میشه 17/8. خب حالا 8 رو با 2 ساده کن و در نهایت میرسی به چی؟ میرسی به 12/17. پس جواب میشه گزینه 3.
بریم تست شماره 41. اومده در رابطه با fx در همسایگی منفی یه دوم از ما خواسته بگیم شکلش کدومه. خب من میبینم هم جزء صحیح دارم هم میخوام نمودار بکشم. از طرفی منفی یه دوم رو بذارم مخرج رو صفر میکنه، پس کسرم نامتناهیه، یعنی به مثبت یا منفی بی نهایت میل میکنه. بعد چیکار کنم؟ باید جدول تعیین علامت بکشم، بگم صفر مثبت بوده یا صفر منفی. اول چی حساب میکنیم؟ مثلا حد x به سمت منفی یک دوم مثبت. منفی یک دوم مثبت اینجا هم میتونید عدد بذارید هم معادله‌ای برید. معادله‌ای میرم این بار که اونم ببینید. منفی یک دوم مثبت یعنی چی؟ یعنی x یه نمه از منفی یک دوم بزرگتره، یعنی می نویسم x بزرگتر از منفی یک دوم. حالا بعد این عبارت رو بسازم. پس اول در دو ضرب میکنم، میشه 2x بزرگتر از منفی یک. یه دونه منهای یک هم داره، پس میشه 2x منهای یک بزرگتر از منفی دو. آقا ما میگیم 2x منهای یک بزرگتر از منفی دو، مثلا 1.99 جزء صحیح بگیرم میشه چند؟ میشه عدد منفی دو دیگه. منفی دو با 1/4 اون انگار منفی 8 دومه، منفی 8 چهارمه که علاوه 1/4 بشه در کل میشه چقدر؟ منفی 7/4. پس برای صورت رسیدیم به منفی 7/4. حالا پاک کنم. برای مخرج گفتیم صفر میشه میذارم. باید اینجا بیایم جدول تعیین علامت بکشیم. یه کار دیگه هم میشه کرد، نمودار x2 منهای 1/4 رو بکشیم. اول از همه باید دستگاه مختصات رو رسم کنی. x2 خودش چی بود؟ نمودار x2 به این شکل بود. حالا x2 منهای 1/4 به چه شکل خواهد بود؟ این یه ذره میاد پایین تر، یعنی یکم اینو پایین تر بکش. خب حالا ریشاش کدومه؟ ریشاش یه دوم و منفی یک دومه. ما با منفی یک دوم سر و کار داریم. اگر منفی یک دوم رو در نظر بگیریم، الان اینجا داریم میگیم چی؟ منفی یک دوم مثبت، یعنی منفی یک دوم. یه ذره برو جلوتر، یه ذره برم جلوتر، به چی میرسم؟ به صفر منفی. پس مخرج من عددش چی بوده؟ صفر منفی. بالا منفی، پایین صفر منفی، پس در کل میشه مثبت بی نهایت. پس تا اینجا گزینه 2 و گزینه 1 برای من رد میشه. حالا برم حد چپ رو حساب کنم. میگم حد x به سمت منفی یک دوم منفی. این هم میتونم معادله‌ای بنویسم x کوچیکتر از منفی یک دوم در دو ضرب میکنم، میشه 2x کوچیکتر از منفی یک. یه دونه منهای یک هم دارم که میشه 2x منهای یک کوچیکتر از منفی دو. ببینید 2x منهای یک کوچیکتر از منفی دو بوده، جزء صحیح بگیریم چی میشه؟ میشه عدد منفی 3. خب پس اینجا بوده منفی 3 به علاوه 1/4. اینو میتونی بگیری منفی 12/4 با یک میشه منفی 11/4. برای ما همون علامتش مهمه دیگه، حالا عددش به اون صورت مهم نیستش. حالا میریم مخرج. آقا مخرج رو اگر بخوایم در نظر بگیریم باید منفی یک دوم رو بگیم. منفی یک دوم منفی یعنی یه نمه از منفی یک دوم بیا عقب‌تر که میشه اینجا. پس میشه چی؟ میشه صفر مثبت. و مخرج من صفر مثبت بوده. بالا منفی پایین مثبت، پس در کل میشه منفی بی نهایت. جواب میشه گزینه 4. تست شماره 42 و 43 اینا هم مثل همون دو تا سوال قبلی، یعنی سوال 41 نه 40. خب اول از همه عددمون رو میذاریم. دو که بذاریم کسرمون صفر صفرم میشه. پس از اینجا باید از چی استفاده کرد؟ یا هوپیتال یا ساده کردن. اگر بخواید این بار با ساده کردن بریم دیگه، هوپیتال نزنیم. خب وقتی که نگاه میکنم میگم آقا اینجا جزء صحیح دارم. جزء صحیح رو اول باید از بین ببرم. میگم عددم 2 مثبته، یعنی یه ذره از 2 بزرگتر. 2 به توان 3 برسه میشه 8. حالا وقتی یه عددی که یکم از 2 بزرگتر به توان 3 برسه میشه چی؟ میشه یکم از 8 بزرگتر دیگه. پس این بوده 8 مثبت. جزء صحیح 8 مثبت میشه چی؟ میشه همون 8. پس کسرم به چه صورت در میاد؟ به صورت x2 منهای 4 تقسیم بر x3 منهای 8. هم میتونیم از هوپیتال استفاده کنیم، هم میتونیم ساده کنیم، از عوامل صفر شوندهمون بگیریم. برای بالا می نویسم چی؟ میگم اتحاد مزدوجه. پس می نویسم x به علاوه 2 در x منهای 2. حالا میرم سر وقت مخرج. میگم x منهای 8. این منو یاد اتحاد چاق و لاغر میندازه. پس می نویسم x منهای 2 ضرب در x2 به علاوه 4 به علاوه 2x. عوامل صفر شوندمو با هم ساده میکنم، یعنی x منهای 2 با هم میره و میمونه چی؟ x به علاوه 2 تقسیم بر این x2 به علاوه 2x به علاوه 4. حالا 2 رو جایگذاری کن. اگر 2 رو جایگذاری کنیم میشه 4. برای مخرجم اگر 2 بذارم میشه 4 به علاوه 4 به علاوه 4، یعنی 3 4 تا 12 تا
پس کلا شد 4/12 یا همون 1/3. میتونستید از هوپیتال هم برید خیلی ساده تر، اونم بنویسیم که اونم ببینید. برای صورت توانو بیار پشت، یکی از توان کم کن میشه 2x. برای مخرج توانو بیار پشت، یکی از توان کم کن 3x2. حالا دو که بذاری هرچند میتونی اینجا x ها رو هم ساده کنی، بگی آقا این x ها یه دونش رو ساده کردن موند این. دو که بذاری این 2x با 2 صورت میره و در نهایت میمونه 1/3. این هم از هوپیتالش اگر بخوایم بنویسیم. به 2 روش نوشتم که ببینید. برای 43 هم میخوایم با هوپیتال حل کنیم. چه کاری مثلا اینو بیایم در یه عبارت ضرب کنیم و از این کارا، با هوپیتال میریم. چرا با هوپیتال میبینیم؟ اولا اینو باید جایگذاری کنی. جایگذاری کردی رسیدی به 0/0، اون موقع حق استفاده داری. یا جایگذاری که کنی صورت میشه 0، مخرجم میشه 0. پس میام از چی استفاده میکنم؟ از هوپیتال. میگم چی؟ میگم صورت دو تا رادیکاله. رادیکال اولی ازش مشتق بگیرم میشه مشتق عبارت زیرش، یعنی 2 تقسیم بر فرجه 2. پس میذارم 2 رادیکال. رادیکال من باید فرجش 2 باشه. 2x به علاوه 3 رو مینویسم، میگم کل 2x به علاوه 3 توانش 1. اینجا هم فرجه 2 بود، 2 منهای 1. پس اینجا هم این باید به توان 1 برسه که اصلا نمینویسیم. میرم رادیکال بعدی. رادیکال بعدیم 3x به علاوه 4 به همون شیوه ازش مشتق میگیرم، میشه 3 تقسیم بر 2 رادیکال 3x به علاوه 4. این شد از صورت. حالا برای مخرج یه دونه 1 دارم که اصلا به حساب نمیاد، میمونه چی؟ رادیکال x با فرجه 3. یعنی چی؟ یعنی مشتق زیرش که میشه عدد 1 تقسیم بر فرجه 3. مینویسم 3 رادیکال. رادیکال من باید فرجهش 3 باشه. x توانش 1، پس مینویسم x فرجه توانش 3، فرجه چیزش 3 منهای 1 میشه 2. پس اینجا باید بذارم x2. حالا منفی 1 رو جایگذاری میکنم ببینم به چی میرسم. توی این منفی 1 بذارم رادیکالم میشه 1، 2 دوم هم ساده میشه، پس میشه چی؟ میشه 1. اینجا هم بذارم میشه منهای 3 دوم تقسیم بر پایینم که بذاریم این منفی 1 که یه دونه به توان 2 که برسه میشه 1. رادیکال سم بگیریم باز همون 1. این 3 تو مخرج میاد بالا، بیاد بالا یعنی کل این عبارت در 3 ضرب میشه. خب پس چی شد؟ 1 منهای 3 دوم میشه منفی 1 دوم، ضرب در 3 بکنیم میشه منفی 3 دوم. پس جواب این سوالم میشه گزینه 4. تست شماره 44، 45 و 46. تست 44 مبحث بخش‌پذیریه، منتها این به نظرم از تستای قبلی بخش‌پذیری که زدیم سخت‌تره، خیلی قشنگتر و لول بالاتره. به من گفته پی x به ازای هر عدد طبیعی n بر x به علاوه 2 بخش‌پذیره. کلید حل سوالامون چی بود؟ ریشه مقسوم یعنی منفی 2. منفی 2 رو میبرم این تو، جایگذاری میکنم، میگم پی منفی 2 برابر میشه با، اما به جای x ها منفی 2 بذار. الان این x به توان 3n به علاوه 1 دیگه، من میتونم بگم x به توان 3n ضرب در x. خب اینجا هم 2x به توان 3n. خب پس یعنی یه دونه x به توان 3n تکرار شده. از x به توان 3n فاکتور بگیریم به چه صورت میشه؟ میشه x به علاوه 2. خب پس الان یکم عبارتمو ساده تر کردم. از اون طرف هم x6 و 6 و 16a داریم. بریم جایگذاری کنیم. اگر منفی 2 بذارم به توان 6 برسه میشه 64. حالا به توان 5 برسه میشه منفی 32. در 3 ضرب میشه منفی 96. اینجا منفی 2 بذارم کل این صفر میشه، پس هیچ به حساب نمیاد. به علاوه 16a. به من سوال چی گفته؟ گفته بخش پذیره. اگر بخش پذیر باشه باقی مانده من چنده؟ عدد صفره. خب الان از اینجا a رو میتونم به دست بیارم. 96 منهای 64 میشه 32 تقسیم بر 16. پس میشه a برابر با عدد 2. حالا گفته برای n مساوی 1 باقی مانده تقسیم px بر این عبارت کدومه؟ این عبارت یه عبارت درجه 2، ریشه‌هاش هم میتونیم مشخص کنیم چون جمع ضرایب صفره، پس یه دونه ریشش x منهای 1 بوده، یه دونه ریشش، یه دونه عاملش بهتر بگیم، یه عامل x منهای 1 بوده، یه عامل هم چند بوده؟ x به علاوه 3. خب به من گفته پی x رو بر این تقسیم کنم باقی موندهش کدومه؟ خب بچه یه نکته ای رو بگم. توی تقسیم مثلا شما مقسومت x به توان 7 تقسیم میکنی بر x به توان 3.
حالا برای اینکه بفهمی باقی موندت درجه چند بوده، یه دونه از توان این کم کن. توانش رو کم کنم میشه 2. پس باقی مونده من از درجه 2 بوده. این نکته رو بلد باشید بد نیستش. رشته ریاضی میخونم ولی تو تجربی ندیدم جای بیان بشه. بدونید بد نیست، چیز خوبیه. حالا چی خواسته بود؟ گفته بود برای n مساوی 1 من برم پی x رو یه بار بنویسم، بازنویسی کنم ضابطش رو. میگم پی x برابر با یه دونه x به توان 6 بود، یه دونه 3x5 بود. اگر به جای n 1 بذارم اینجا میشه x به توان 4. خب اینجا هم میشه x به توان 3. پس میشه به علاوه x 4 به علاوه 2x3 a من در اومد 2 16 تا 32. پس اینم به علاوه 32. من حالا بیام اینو تقسیم بر این عبارت بکنم، گفته باقی موندم کدوم میشه. ما گفتیم میان ریشه اونو قرار میدیم. مثلا اگر 1 بذاری باقی موندن باید یکی از این گزینه ها بشه. خب حالا بریم بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اول ریشه 1 رو امتحان میکنم. خب میام توی این 1 میذارم، میگم پی 1 برابر میشه با 1 با 3 4 با 1 5 با 2 7 با 32 برابر عدد 39 میشه. یه بارم ریشه اینو بذار که هست منفی 3. پس پی منفی 3. حالا قبل از اینکه منفی 3 رو تست کنیم بریم پی 1 رو توی گزینه ها چک کنیم. اگر جواب داد پس همونو میزنیم میره. خب میام 1 میذارم، اینجا 1 بذارم میشه 44 منهای 5 میشه 39. پس گزینه 4 میتونه جوابم باشه. اینجا 1 بذارم میشه 29. پس این نمیتونه باشه. اینجا 1 بذارم میشه 14 منهای 15 یعنی منفی 1. اینم نمیتونه باشه. اینجا 1 بذارم میشه 24 منهای 15 که میشه چی؟ میشه عدد 9. پس اینم نمیتونه باشه. پس جواب چی بوده؟ همون گزینه 4 بوده. نیازی نیست بریم پی منفی 3 رو مثلا حساب کنیم. با راحت ترین عدد همیشه شما سوالا رو حل کنید. اگر نیاز بود مرحله بعدی هم برید. این یه سری از نکاتیه که مثلا شما طی تست و تمرین و تکرار به دستت میاد. همیشه سعی کن آقا منفی 3 داری 1 داری، حالا باید چک کنی. 1 راحت تر چک کردنش یا منفی 3؟ خب طبیعتا 1 دیگه. مرض نداری بری منفی 3 رو چک کنی که. اگر با 1 به مشکل خوردیم ممکن بود الان 2 تا گزینه داشته باشیم جفتش به من 39 بده. اون موقع حالا من باید برم منفی 3 رو هم چک کنم. بریم تست بعدی. تست شماره 45. گفته fx ضابطش اینه، حدش در مثبت بی نهایت میشه 1/2. حاصل این یکی حد کدومه؟ خب ببینید حد در بی نهایته. برای مخرج بی نهایت بذاری خب چه اتفاق میفته؟ میشه بی نهایت. صورت هم بذاری بی نهایته. یعنی چی آقا؟ یعنی ما باید اینجا بیام از پرتوان استفاده کنیم دیگه. به جای fx ضابطش رو در نظر بگیرید. رادیکال ax2 به علاوه x به علاوه 1. پرتوانش کیه؟ رادیکال ax2. خب پس می نویسم اون x هم از قدر مطلق بیاد بیرون، از رادیکال بیاد بیرون میشه قدر مطلق x رادیکال a. مخرج پرتوانش کیه؟ x. چون دارم میرم به سمت مثبت بی نهایت پس اینو میتونم از قدر مطلق مثبت بیارم بیرون، یعنی بنویسم x رادیکال a تقسیم بر x. این شد چی؟ این شد حد من. گفته این حد برابر 1/2. برابر 1/2 قرار میدم. x ها با هم خط میخوره، رادیکال a میشه 1/2. پس a چی بوده؟ a برابر با 1/4 بوده. حالا به من گفته حد این عبارت در منفی 1 منفی. بریم اینو حساب کنیم. میگم منفی 1 منفی مثلا میتونه منفی 1/1 باشه. حالا 1 تقسیم بر منفی 1/1 اومده از چه اتفاق میفته؟ چی میشه حدودا؟ یه عددی کوچیکتر از 1 میشه دیگه ها. یه منفی هم داره که میتونیم بگیم چی؟ منفی مثلا 99 صدم حدودی. جزء صحیحش میشه چی؟ جزء صحیحش میشه منفی 1. این از قدر مطلق من. پس کل این شد منفی 1. معادله ای هم میتونید برید. حالا fx رو چند در آوردم؟ a رو گفتم 1/4. پس fx ضابطش میشه چی؟ رادیکال 1/4 x2 به علاوه x به علاوه 1. خب میام توی این منفی 1 رو میذارم. اگر منفی 1 بذارم میشه رادیکال 1/4. خب رادیکال 1/4 میشه چی؟ مثبت منفی 1/2. تا دیگه منفی 1/2 نمیگیم دیگه. رادیکال 1/4 همون 1/2. حواستون باشه یه وقت نگید رادیکال 1/4 پس دارم میارم بیرون، باید بگم قدر مطلق 1/2 و منفی 1/2. نه ربطی نداره.
یک چهارم عدد مثبته. عدد مثبت رادیکال بگیری یه جواب مثبت بدید. اون برای پارامتریا بود که میذاشتیم توی قدر مطلق، مثل همین اینجا. خب حواستون به این باشه، یه وقت همچین سوتی ندی. پس چی شد؟ ضرب در 1/2 میکنم، جواب میشه -1/2، یعنی گزینه 1. تست شماره 46. اینو از چی بریم به نظرتون راحت تره؟ ببینید x داره به 0 میل میکنه، سینوس 3x به 0 میل میکنه، عبارت جلوی سینوس. کوسینوس AX هم به 0 میل میکنه. به نظرتون کدوم راه حل بهتره؟ ساده کردن معمولی، هوپیتال یا هم ارزی؟ قاعدتا هم ارزی خیلی راحت تره اینجا. بریم حل کنیم. تو هم ارزی گفتیم برای سینوس اصلا سینوس رو در نظر نگیر، همونو بنویس. پس میشه 3x چون توانش 1 به توان 1 که هیچ. تقسیم برای مخرج. من میبینم کوسینوس زیر رادیکاله. اگر بخوام اینجوری بنویسم سخت میشه. بیا رادیکاله رو تبدیل کن به توان کوسینوس، یعنی بنویس 1 منهای کوسینوس به توان 1/2 AX. خب گفتیم اگر 1 منهای کوسینوس بود، یه دفعه میتونی فقط همون عبارت آخریه رو بنویسی دیگه، نیایی به جای کوسینوس بذاری 1 منهای توان تقسیم بر 2 ضرب در کمان به توان 2. نه، اینجوری همون یه دفعه همونو بنویس فقط. یعنی چی؟ یعنی الان توان من تقسیم بر 2 که میشه 1/4، کمان من به توان 2 یعنی ضرب در A2x2. منتها حواسمون باشه که کل این زیر رادیکاله، پس بذاریمش زیر رادیکال. منتها از رادیکال بیاد بیرون میشه چی؟ میشه قدر مطلق 1/2 AX. خب دارم به کجا میل میکنم؟ صفر مثبت. A رو به من چی داده؟ منفی. بیام قدر مطلقم رو تعیین علامت کنم، میگم A منفیه، اونم صفر مثبته. در کل قدر مطلق من چی میشه؟ منفی میشه. پس باید در یه منفی ضرب کنم بیارم بیرون. میشه 3x تقسیم بر -1/2 AX. x ها با هم میره و از طرفی جواب این حد رو به من داده بود چی؟ عدد 2. خب برابر 2 بذار. از اینجا چه اتفاقی میفته؟ این -1/2 بره در 2 ضرب بشه میشه منفی آ در میاد -3. پس جواب بوده گزینه 4. اینم از تست شماره 46. بچه‌ها 3 تا تست پشت سر هم از مبحث بخش پذیری داریم. بریم تست 47. گفته باقی مانده این تقسیم بر پی x برابر x به علاوه 2. 2 تا نقطه از f رو داده، بعدم در رابطه با خارج قسمت تقسیم از من سوال پرسیده. گفتیم کلید حل سوالات بخش پذیری چیه؟ ریشه مقسوم الیه. اون رو جایگذاری میکنیم به جواب میرسیم. خب الان ریشه مقسوم الیه من چی میشه؟ میشه ریشه های این عبارت. ریشه های این عبارت رو به چجوری میشه به دست آورد؟ حالا یا مثلا مربع کامل کردن یا از طریق دلتا. اگر بخوام دلتاشو به دست بیارم میشه چند؟ منفی میشه. اگر دلتا منفی بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اون عبارت ما ریشه نداره. اگر ریشه نداشته باشه چجوری سوالو حل کرد؟ نمیشه حل کرد. چرا؟ میشه حل کرد، منتها اون کلید حل سوال که ریشه مقسوم بود رو نداریم. یه راه دیگه داریم، ولی استفاده از اطلاعات خود سوال و نوشتن رابطه تقسیم. اگر یه موقع ریشه مقسوم الیه رو نداشتی، یا باید رابطه تقسیم رو بنویسی یا از یه چیز دیگه ای که سوال بهت داده استفاده کنی تا بتونی به یه نقطه، به یه چیز مشخصی از سوال برسی. من اینجا ریشه ها رو ندارم، پس میام رابطه تقسیم رو بنویسم ببینم به چی میرسم. رابطه تقسیم چی بود؟ گفتیم رابطه تقسیم میشه مقسوم برابر با خارج قسمت. خارج قسمت رو اینجا اسمشو میذارم Q، مثلا QX ضرب در مقسوم الیه که هستش x2 به علاوه 4x به علاوه 5 به علاوه باقی مانده که هست x به علاوه 2. این شد رابطه تقسیم من. حالا میگم آقا نقطه 1 و -1 رو دارم دیگه، میام اینا رو جایگذاری میکنم. میگم f1 هستش q1 ضرب در اینجا اگر 1 بذاریم میشه 10، پس ضرب در 10 به علاوه اینم 1 بذارم میشه 3. مساوی شده با چی؟ مساوی شده با عدد 13. خب f1 من شده بود 13. الان این معادله رو حل کنم q1 چی میشه؟ q1 میشه عدد 1. حالا میرم f -1 من به همین شکل به دست میارم. میگم f -1 میشه q -1. اگر -1 جایگذاری کنم میشه 1 و 5 6 منهای 4 2، پس ضرب در 2
اینجا هم منفی 1 بذارم به علاوه 1 مساویه با عدد 11 شده. پس از اینجا کیو منفی 1 برابر چی بوده؟ برابر 5 بوده. خب به من گفته خارج قسمت کدوم گزینه میتونه باشه؟ خارج قسمت رو اسمش رو گذاشتم کیو دیگه. خب الان این گزینه هایی هم که میبینم کیو هن. تنها چیزی هم که از کیو میدونم دو تا نقطه است، 1 و منفی 1. خب اینا رو میبرم تو گزینه ها میذارم ببینم کدومش اون عدد رو به من میده. به همین سادگی. اولا با عدد ساده تره شروع میکنم. 1. اگر 1 بذارم اولی به من میده 1. پس این گزینه میتونه درست باشه. چرا؟ چون من میدونستم که 1 و بشه 1 دیگه. خب اولی میتونه باشه. اینجا بذارم میشه 1، اینم میتونه باشه. اینجا بذارم میشه 1، اینم میتونه باشه. اینجا بذارم اینم میشه 1، پس اینم میتونه باشه. هیچ. با کیو 1 به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. بریم کیو منفی 1. اینجا منفی 1 بذارم میشه چی؟ میشه 3. پس این گزینه رد میشه. اینجا منفی 1 بذارم میشه منفی 3. این گزینه هم رد میشه. اینجا منفی 1 بذارم میشه منفی 5. اینم رد میشه. من باید 5 میگرفتم. اینجا ولی اگر منفی 1 بذارم برابر با 5 میشه. پس گزینه جواب ما میشه گزینه 4. بریم تست شماره 48. گفته باقی مانده چند جملگی پی x بر x2 به علاوه x منهای 2 شده منفی 2x به علاوه 1. حالا باقی مانده اون یکی تقسیم بر x به علاوه 1 کدومه؟ میام ریشه های x2 به علاوه x منهای 2 رو تعیین میکنم. میگم روی جمع ضرایب 0. پس یه ریشه 1 بوده، یه ریشه هم منفی 2 بوده. میام اینو جایگذاری میکنم. میگم p1 یعنی این که بیا به جای x ها 1 بذار و باقی ماندم هم ضابطه‌شو دارم منفی 2x به علاوه 1. به جای xش 1 بذارم به من میده عدد منفی 1. پی منفی 2 رو حساب میکنم. میام اینجا منفی 2 میذارم میشه 4 به علاوه 1 که همون عدد 5. حالا میرم سر وقت ادامه سوال. گفته باقی مانده این تقسیم بر x به علاوه 1. x به علاوه 1 ریشش چیه؟ منفی 1. منفی 1 رو اگر جایگذاری کنم میشه 2 تا پیه. اینجا منفی 1 بذاری میشه منفی 2 به علاوه 3 تا پیه. اینجا منفی 1 بذاری میشه 1. این برابر چنده؟ خب من پی منفی 2 و 1 رو دارم دیگه. پی منفی 2 5 بود. 5 دو تا 10 تا. پی 1 منفی 1 ضرب در 3 منفی 3 منهای 3. از اینجا جواب در میاد 7. پس جواب بوده گزینه 3. این نسبت به قبلی خیلی آسان تر بود. قبلیه چون ریشه ها رو نداریم احتمالا بعضیاتون گیج شدید نفهمیدید باید چی کار کنید. تست شماره 49 گفته چی؟ گفته این رابطه درباره پی x برقراره. اگر پی 2 43 باشه مقدار طبیعی n کدومه؟ خب میام میگم پی 2 شده 43. خب برو اینو جایگذاری کن دیگه. به جای x ها 2 بذار. یعنی میشه 2 به توان 2n به علاوه 1 به علاوه 1 برابر شده. اینجا 2 بذارم 2 تا 4 منهای 1 میشه 3 تا ضرب در پی 2 چنده؟ خودش گفته 43. 3 ضرب در 43 میشه چند؟ میشه 129. پس اینو برابر با 129 میذارم. یکم میارم اون و میشه 128. حالا 128 برابر با 2 به توان یه عددی شده. 128 برابر چیه؟ برابر همون 2 به توان 7 دیگه. ها خب الان بیا اینجا این توانها رو با هم مطابق هم قرار بده. بگو 2n به علاوه 1 مساویه با 7. پس 2n میشه 6. پس n بوده عدد 3. چی از ما خواسته بود؟ مقدار طبیعی n. 3 هم عدد طبیعیه. پس جوابمون همون گزینه 2 یا همون عدد 3 هستش. تست شماره 50 و 51. تست 50 یه تست قشنگیه. بریم با هم حلش کنیم. به من گفته که ریشه ای از معادله 5x2 منهای ax به علاوه b در اون یه دونه ریشه از این معادله حد تابع f موجود و تابع f در اون نقطه پیوسته نیست. پیوسته کی چی بود؟ حد راست چپ و مقدار با هم برابر باشه. به من گفته حد داره. حد داره یعنی چی؟ یعنی حد راست و چپ برابر باشه. پس من چه نتیجه میگیرم؟ میگم آقا حد راست و چپ با هم برابره ولی این دوتا با مقدار تابع توی اون نقطه برابر نیستن. خب به من گفته پیوسته نیست. آقا حد راست و چپه هست منتها مقدار توی اون نقطه نیستش یا مقدارش یه چیز دیگه است. من در چه صورت میتونم یه همچین چیزی رو بگم؟ به نظرتون من میتونم برم سراغ رفع پام؟ بله. یعنی من یه عددی بگم باعث صفر صفرم شدن این بشه که رفع ابهام بشه. بعد توی اون نقطه حد راست و چپ داشته باشم ولی تابع توی اون نقطه تعریف شده نباشه.
این کارو میشه کرد دیگه. تنها نقطه ای هم که مخرج تعریف نشده است x مساوی 1، یعنی 1 بذاری مخرج تعریف نشده است. پس صورت هم باید اگر 1 بذاری تعریف نشده بشه. پس من میام x مساوی 1 رو قرار میدم. از اینجا میشه چی؟ 1 به علاوه a به علاوه b مساوی 0. پس a به علاوه b مساوی با منفی 1 بوده. خب حالا میرم سراغ رفع ابهام. میگم آقا 1 بدم کل این 0 0 میشه. پس میام از هوپیتال استفاده میکنم. میگم آقا 2x به علاوه a تقسیم بر اینجا هم که x مشتقش میشه همون 1. خب اگر اینو هوپیتال بزنم اون نقطه رو توش جایگذاری کنم به من یه عددی رو میده. من اینجا چی گفتم x مساوی 1 دیگه. گفتم در 1 تعریف نشده است. خب پس x هم چی بوده؟ 1 بوده. 1 رو اگر جایگذاری کنیم این برابر با 2 به علاوه a میشه. پس حد در اون نقطه 2 به علاوه a بوده. بریم ببینیم دیگه به چه چیزایی میتونه برسیم. گفتیم اون نقطه عدد 1. 1 رو توی این جایگذاری کنم میشه 5 منهای a به علاوه b مساوی 0. خب الان من میتونم این دوتا معادله رو با هم جمع بزنم دیگه. a ها با هم خط میخوره و میشه 2 تا b. اگر جمع بزنم میشه 2b به علاوه 5 مساوی با منفی 1، یعنی 2b مساوی با منفی 6، یعنی b مساوی با منفی 3. اگر b منفی 3 باشه a چنده؟ a هم در میاد اینجا منفی 3 بذار میره اونور a در میاد 2. پس اصلا یه جورایی میشه گفت نیازی به این نبودش. خب آبی رو میخواستیم دیگه. الان آبی رو بگیم اینجا میشه منفی 3 منهای 4 که میشه منفی 7. منفی 7 تقسیم بر 3 میشه 2.33 خور تقریبا. 2.33 منفی 2.33 جزء صحیحش چنده؟ عدد منفی 3. خب پس منفی 3 میشه جواب من، یعنی گزینه 1. اینم از یعنی اصلا نیازی به این تیکه نبود. فقط خواستم نشونتون بدم که بعضی وقتا توی سوال ما ممکنه یه چیزایی رو بنویسیم، یه راههایی رو بریم که بعدش ببینیم اصلا نیازی به اونها نبوده. خب حالا وقتی تو یه راهی رو میری 2 تا حالت داره. یا توی اون راه میری ادامه میدی و به هیچی نمیرسی و نمیتونی جوابو به دست بیاری، یا اون راه رو میری بعد مثلا میری سراغ یه سری از اطلاعات دیگه سوال، یه چیزای دیگه هم به دست میاری. بعد آخر سر میفهمی که اون راه قبلی که رفتی اشتباه بوده، اصلا نیاز بهش نبوده. این قضیه سر آزمون نباید برای شما منجر به درگیری فکری بشه. بگی آی من فلان چیز رو نوشتم، یه خط نوشتم کلی تایمم رفت، اصلا به دردم نمیخورد. به هیچ عنوان نباید سر جلسه برای خودت درگیری ذهنی ایجاد کنی. اگر یه راهی رو رفتی اشتباه رفتی فدا سرت، رفتی دیگه تموم شده دیگه، فکرشو نکن سر جلسه. خب اینا هم نکاتیه که میشه گفت که تجربه خودت به دست میاری. حالا داریم اینجا میگیم شاید بهتر بتونه کمکتون بکنه. بریم تست بعدی. جواب این حده شده منفی بی نهایت، یعنی نامتناهیه، یعنی مخرج کسرم 0 بوده. بچه اینم پی سومه. اینجا یکم تو عکس مشخص نیست. پی سومه، یعنی من پی سوم بذارم اینجا مخرجم باید 0 بشه. میگم آ ضرب در کوسینوس پی سوم، یعنی کوسینوس 60 درجه. کوسینوس 60 درجه میشه 1/2، یعنی آ دوم منهای سینوس پی سوم. سینوس پی سوم میشه رادیکال 3/2. پس یعنی منهای رادیکال 3/2 برابر با عدد 0 شده. از اینجا آ در میاد رادیکال 3. خب میرم کسرمو بازنویسی میکنم. شدش چی؟ شدش رادیکال 3x به علاوه b بر روی رادیکال 3 کوسینوس x منهای سینوس x. خب میام پی سوم مثبت رو توش در نظر میگیرم. میگم آقا این دایره مثلثاتی من. خب این هم چیه؟ محورهامه. پی سوم کجا میشه؟ کم کج کشیدم. پی سوم کجا میشه؟ پی سوم میشه اینجاها. مثلا پی سوم مثبت یعنی یه نمه از این برو جلوتر، یعنی کجا؟ یعنی اینجا. اینجا که بری خب چه اتفاقی میفته؟ کوسینوسه کمتر میشه، سینوسه بیشتر میشه. قبول داری؟ خب وقتی کوسینوس کمتر بشه یعنی این بیاد پایین این بره بالا. ما میگفتیم اگر پی سوم بذاریم 0 میشه. حالا این اومده پایین اون مثبته، این من عدد منفی رفته بالا، پس در کل چی میشه؟ میشه 0 منفی دیگه. قبول داری؟ خب پس الان اینجا کسر من این شد 0 منفی. از اون طرف میدونم کل کسرم منفی بی نهایته. پس صورتش باید مثبت باشه یا منفی؟ باید مثبت باشه. یعنی چی؟ یعنی رادیکال 3 با رنگ دیگه بنویسم. رادیکال 3 ضرب در پی سوم به علاوه b باید بزرگتر از 0 باشه. این از اینجا میشه چی؟
b بزرگتر از منفی رادیکال 3/3 پی من میدونم تقریبا میشه 3/14. میتونم با این 3 حدودی ساده کنم بگم جوابم یکم از لحاظ عددی بزرگتره دیگه. 3/14 دارم تقریبا 3 میگیرم، پس عدد کوچیکتر کردم، پس در اصل کسرم بزرگتر بوده. پس میشه چی؟ میشه b بزرگتر از منفی رادیکال 3. حالا این رادیکال 3 هم بعد یکم بزرگتر در نظر بگیریم دیگه. خود رادیکال 3 چنده؟ 1/7. پس میشه منفی 1/7. من گفتم یکم هم بزرگتر، پس نزدیکترین عدد کدوم میشه؟ منفی 2. به من چی گفته؟ کمترین مقدار صحیح برای b باید مثلا بزرگتر از 1/7 باشه، منفی 1/7 باشه. خب کدوم عدده که بعد از منفی 1/7 داریم؟ عدد منفی 1. خب b بزرگتر از منفی 1/7 بود، یعنی چی؟ یعنی باید از لحاظ عددی کوچکتر باشه، پس جوابمون میشه منفی 1. و ما رسیدیم به 2 تا تست آخر این جلسه. اگر با ما پیش رفته باشید تا الان هم آموزش رو دیدیم، هم 53 تا تست زدیم. فردا هم کامل میشه 72 تا تستمون، یعنی یه چیز شیک و ترتمیز به صورت روتین وار. حدودا میشه گفت روزی 20 تا تست زدیم و آموزشش هم دیدیم. امیدوارم که برای آزمون آمادگیتون رو بیشتر کرده باشه. خب بریم سوال 52. به من گفته این تابع روی بازه 1 تا 5 پیوسته است، مقدار آ در بی کدوم؟ حواستون باشه چون بازه ها بسته است، سر و ته بازم، پس باید در نقطه 1 پیوستگی راست داشته باشم و در نقطه 5 پیوستگی چپ. پیوستگی راست و چپی بود، میگفتیم پیوستگی راست یعنی مقدار تابع و حد راست با هم برابر باشه، پیوستگی چپ مقدار تابع و حد چپ. خب همینو باید روی سوال پیاده کرد دیگه. چیز سختیه جز اون چیزی که یاد گرفتیم؟ نه. خب اول میام f1 رو حساب میکنم، میگم f1 یعنی مقدار تابع در نقطه 1. از کدوم ضابطه به دست میاد؟ از این ضابطه. 1 رو جایگذاری کنید این میشه 3π4. 3π4 معادل همون p4 منتها تو ربع دوم. پس یعنی تانژانت p4 که میشد 1، یه منفی درش ضرب کن میشه منفی 1. پس اینجا این چی شد؟ منفی 1. الان حد راست 1 رو که من به دست بیارم باید برابر با عدد منفی 1 قرار بدم. می نویسم حد وقتی که x میره به سمت 1 مثبت. خب اینجا قدر مطلق دارم. اول باید تکلیف قدر مطلقم رو مشخص کنم. با جدول تعیین علامت این کار رو انجام میدم. میگم این جدول تعیین علامت ریشه هاش چیه؟ ریشه هاش منفی 2 1. پس اینا صفر میکنه صورتو. تعیین علامت کنم میشه مثبت منفی مثبت. 1 مثبت یعنی یه نمه بیا اینور، میای تو محدوده مثبت. 0 بوده یعنی 0 متمایل به مثبت، یعنی 0 مثبت. پس میفهمم کل اینجا مثبت بوده، پس خودش میاد بیرون میشه x2 به علاوه x منهای 2 تقسیم بر a در 1 منهای x. اگر 1 رو جایگذاری کنید میرسید به حد 0 0. باید هوپیتال بزنید. اگر هوپیتال بزنید صورت میشه 2x به علاوه 1. مخرج میشه a. از 1 منهای x باید مشتق بگیری در a ضرب کنی. مشتق که بگیری میشه منفی 1، در a ضرب کنی میشه منفی a. گفتم این باید برابر چند باشه؟ برابر منفی 1 باشه، برابر ما مقدار تابع در نقطه 1. که اگر ساده کنیم و به جای x 1 بذاریم آمون در میاد چند؟ a در میاد عدد 3. پس a رو تا اینجا در آوردیم 3. حالا بریم در رابطه با نقطه 5 نظر بدیم. بچه یه نکته هم که هست این جزء صحیحه. خب اشتباهی قدر مطلق گذاشتن، اشتباه تایپیه. جزء صحیحه. میگم آقا من میخوام مقدار تابع در نقطه 5 رو به دست بیارم. یعنی چی؟ یعنی خود عدد 5 رو بده به تابع، حدی حساب نکن. نه یا بگو x بزرگتر از 5 پس میشه 5 مثبت، پس جزء صحیحش میشه مثلا فلان. نه، اینجا داریم دقیقاً خود 5 رو میدیم. چرا؟ چون داریم مقدار تابع در 5 رو به دست میاریم. میام مینویسم f5 برابر با اینجا دقیقاً 5 رو بذاری میشه منفی 5. جزء صحیح منفی 5 میشه خود منفی 5. در یه منفی ضرب بشه میشه مثبت 5. یه 5 هم اینجا بود، پس سرجم میشه 10 تا. 10 ضرب در b باید برابر چی باشه؟ حد چپ 5. میرم حد چپ 5 رو به دست بیارم، یعنی آقا 5 رو بیار بذار توی این ضابطه. اگر 5 رو جایگذاری کنم نیازی هم به قدر مطلق از بین بردنش نیست. چرا؟ چون 5 اصلا ریشه اون قدر مطلق نیست که سرش بخوام درگیری داشته باشم. 5 رو که بذاریم میشه 25 به علاوه 5 یعنی 30 منهای 2 28. پس برابر به 28 تقسیم بر
توی مخرج هم میشه 1-5 یعنی -4 ضرب در 3 -12. از اینجا بیمون هم به دست اومد. اگر بی رو بخوایم بنویسیم این میشه -7/3 یا -7/30. حالا چی از من خواسته بود؟ سوال آ در بی رو خواسته بود. میگم آقا از اینجا آ در بی برابر میشه با 3 در -7/30، یعنی برابر میشه با چی؟ -7/10، یعنی گزینه 1. اینم از تست 52. تست بدی نبود، خوب بود. تست آخر برای این جلسه گفته مقدار غیر صفر حد این عبارت کدومه؟ 8 رو که تو بذاری اینجا این میشه 2، یعنی رادیکال 4، یعنی 2b منهای 2b 0 میشه. مخرجم اگر 8 رو بذاریم میشه 8a منهای b. به من گفته مقدار غیر صفر حد این. من مخرج صورت رو گفتم صفره، برای مخرج نمیدونم صفره یا یه عدد دیگه. اگر یه عدد دیگه باشه مثلا 3 باشه، خب صورت صفره مخرج 3، خب جواب حدم میشه 0. ولی سوال چی گفته؟ گفته مقدار غیر صفر. پس یعنی چی؟ پس یعنی مخرجه یه داستانی داره. داستانش چیه؟ اینه که 0 باشه که برسیم به ابهام 0 هوپیتال بزنیم یا ساده کنیم و حد رو به دست بیاریم. پس از اینجا چه اتفاقی میفته؟ میشه 8a منهای b مساوی 0. میفهمم که b برابر با 8a بوده. خب یه بار بازنویسی میکنم همین کسرم و منتها اینجا x رادیکال فرض 3 توی مشتق گرفتن اذیتمون میکنه. چیکارش میکنم؟ به این صورت مینویسم x به توان 1/3. خب بازنویسی که کنم میشه b رادیکال، کم خوشگل‌تر بنویسیم، رادیکال 2 به علاوه x به توان 1/3 تقسیم بر یه منهای 2b هم داریم اینجا، حالا بنویسیم بعدش خط میزنیم. مخرجم هم چیه؟ ax منهای 8a. خب اینجا اگر 8 رو جایگذاری کنیم میرسیم به حد 0. پس یعنی باید هوپیتال بزنی یا معمولی ساده کنی. با استفاده از هوپیتال میریم. معمولی هم توی سوالا حل کردیم ها. یه جا بود توی یه سوالی معمولی فاکتور گرفتم و خط زدم. خب فکر نکنید همیشه هوپیتال جواب میده. اون مدلی هم حل کردم، هوپیتال هم بعضی جا جواب نمیده، حواستون باشه. به جفت مدلش حل کردم که ببینید. باید هوپیتال بزنیم. از صورت که بخوام مخرج بگیرم میشه مشتق بگیرم، مخرج بگیرم، مشتق بگیرم میشه مشتق این زیر، یعنی 1/3 ضرب در x. یه دونه از 1/3 کم کنم میشه -2/3 تقسیم بر فرجم 2، پس میشه 2 رادیکال 2 به علاوه x به توان 1/3. این شد از صورت من. برای مخرج هم اگر مشتق بگیریم میشه همین a فقط، پس تقسیم بر a. خب حالا اگر 8 رو توش جایگذاری کنیم ببینیم به چی میرسیم دیگه. میام 8 رو جایگذاری کنم، منتها اینجا یه ضرب در b هم دارم که b مو گفتم 8a، پس صورت یه 8a هم بود. الان a ها با هم خط میخوره و میمونه چی؟ میمونه این عبارت ضرب در عدد 8. به جای x ها من باید 8 بذارم. بریم بذاریم ببینیم چی میشه. برای صورت که دارم 1/3 ضرب در 8 ضرب در 8 به توان -2/3. 8 به توان -2/3 میشه چی؟ یعنی 8 به توان 2 رادیکال فرض 3 و بره تو مخرج. چرا؟ چون توانش یه دونه منفی داره. این توان منفی یعنی بره تو مخرج. یعنی می‌نویسم 1 بر روی رادیکال 8 به توان 2 با فرض 3. مخرجم هم میام 8 میذارم، 8 به توان 1/3 میشه 2. 2 4 رادیکالش میشه 2 در 2 4، یعنی ضرب در یه دونه 1/4 هم دارم. از اینجا برابر میشه با چند؟ 8 به توان 2 میتونم به جای 8 بذارم 2 به توان 3، یعنی 2 به توان 6. ازش یه فرض 3 رادیکال بگیریم میشه 2 به توان 2، یعنی همون 4. پس چی شد؟ یه پایین به جای اینم باید بذاریم 4. 4 تا 16 تا بالا 8 میشه یه دوم در یه سوم میشه 1/6 نهایتا. پس جواب میشه گزینه 2. اینم از سوال آخر برای این جلسه. امیدوارم که لذت برده باشید، استفاده کنید، براتون مفید باشه و هدفم هم چیزی جز کمک کردن به شماها نیست. شما هم تنها کاری که از دستتون برمیاد خواهشاً چنل رو به دوستای خودتون معرفی کنید، حالا چه آپارات، چه تلگرام، چه یوتیوب. بچهای بیشتری با همون همراه بشن، منم انرژی بگیرم، بدونم کاری که میکنم بیفایده نیست، چند نفر استفاده میکنن. برای همین اگر ببینم حمایتاتون زیاده، درس فیزیک هم به این فرایند اضافه خواهم کرد.
برای آزمون هم یه فکرایی دارم میکنم، حالا خبرشو میدم. شاید آزمون هم برگزار کردیم، آزمون با تستای تعریفی، تستای سطح بالا و کمک کننده برای شما. امیدوارم که به دردتون بخوره، لذت برده باشید. تا جلسه فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.